فقط ساعتی نبستودی کشونیون شهری بختاری اومیده لحظه های آخرین رو با زنی میگذراند که تا این وقت مادر میشناخت. دادگاه اومیده رو به مادر برگرداند که او را زاده است. بسوده گفتم من نمیرم قدیجان مرا مجبوری گرفتن بردنی من نمیفورم واقعا برمیگرسم با بجیامی آجامیام. اومیده را در 30 روزگی والدانش بدون یگان سند و مدرک به عمک بفرزندش دادند. 1 سال 8 ماهش خوجاین وقتی میگه دکمه دادن کنم چیزای دکمه اوچش میگیره متریسکا و شهادتنامه کاغذای زکس میگیره شهری بختر میره میگه اونجا تیار میشه متریسکا میره و اونجا اما خالوهاش همش میگن که نکنه این دختر گودگی و میره گودگ دستی بای میمونه نکنشه. خوجاین تلفنش میفروشه ولی لباسای تنش میگرزه مسکو میره. در 2.5 سالگی اومیده پدر و مادری که او را فرزند خواند کردند جدا شدند و اومیده با مادر خواند ماند. یکی یگان چی یاردن میکردن میدیدن خیلی گودکا میرفتن 3 ماه بعد میدیدن میومدن. ماجرای دادگاهی زمان 8 سالگی او سر زد. 15 فوریه 2017 سال آینده اومد با دیداربینی فرزندش مقصود شمسیه بای گودکچه گفت که من نمیخوام به اوچه روم اوچم روم میرم گفت خطیتون بعد عصبویم زنه که من خودم آروم کردم. مادر بیولوژی کودک میگوید از نگاه و بینی اومیده راضی نیست. پول январи طلبا بود گفتم بته 2 روز برام گودک ما در خونم بنی کنم بیارمش برای خونم قطعیم جنگ کرد زدکم بعد هم دست دادم. شبستان حالا همراه با برادرش در ناحیه بختر زندگی میکند و میگوید شرایط نگاه و بینی تربیه فرزند را دارد. اینا من کلینت بازم همش پشت من خوریزوری همین گودک کلان کردم یگان که من در یاردم دادگی نیستن 9 سالشی بوده. رغبت دلبستگی خود را معین کند که به تاکید حقوق شناسان اومیده قربانی داد و گرفت لفظی شده است. شیوه غیر قانونی فرزندخوانی به کودک تأثیری بد دارد. با وجود این دادگاه به قول آنها باید خواهش کودک را نیز به نظر می گرفت. کودک دلبستگی زیاد به مادری که گرچنده که مادری بیولوژی نباشد و اون زنی که او را به فرزندی قبول کرده است و 9 سال در تامین و تربیتش قرار داده است در تربیه او می باشد باید حتما سودی مرحله اول ماده 3 کنونسیا درباره حقوق کودک را دسترس می نمود. اینچنین ماده 12 کنونسیای مذکور می گوید که حتما هر یک کودک نقطه نظر خود دارد. اومیده از ترس آنکه او را اجباراً از مادرش جدا میکنند چند است به مکتب نمی رود. من فکر که مرا میبرن مکتب استقلال رو بردنم پیش مقصود قاسم گفتن که اوچه نوک طبیعتی اوچه نوک بس کودک من گزال بدم بعد چی کار گفت در پدر اوچه نالا بیشو گیده کردم برای اوچه گفت در پدر اوچه نالا که قچی ما نمیستی روز آخرین اجرای حکم دادگاه است. اگر شبستان اومیده را مستقلانه ندهد دخترش را اجباراً از او میگیرند. این حرف قانون است که هر لحظه چشم اومیده را تر میکند.